برای بررسی همین موضوع مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان همراه ما هستند. آقای مهدوی آزاد، یک روز پس از آنکه جمهوری اسلامی اقدام تروریستی علیه ایران اینترنشنال رو تکذیب کرد، دیدیم که وزارت خارجه بریتانیا بلندپایه‌ترین دیپلمات جمهوری اسلامی رو احضار کرده. آیا این به اون معنیه که بریتانیا تکذیبیه جمهوری اسلامی رو نپذیرفته؟ ببینید، موضوع خیلی فراتر از تکذیبیه بود. در واقع از همون لحظه‌ای که این گزارش شروع شد، ماشین پروپاگاندای ایران یه عملیات کلاسیک خیلی معروف که همیشه ما می‌دیدیم رو آغاز کرد. ترور فقط در خیابون با چاقو نیست، ترور در شبکه‌های اجتماعی هم هست. ببینید، براتون چند تا مثال میزنم. آذر 58 موقعی که شهریار شفیق، نظامی خوشنام و چهره‌های شاخص خاندان پهلوی در پاریس ترور شد، یک گروه نظامی تشکیل داده برای جمهوری اسلامی. ماشین پروپاگاندای ایران در اون زمان که نه ماهواره بود نه اینترنت، این شایعه رو پخش کرد که آره خاندان پهلوی به جان هم افتادن. میره همینجوری ادامه پیدا میکنه. سال 1171 مرداد 71 موقعی که فریدون فرخزاد رو کارداژین کردن، دوباره این شایعه رو پخش کردن که آره او توسط جمهوری اسلامی کشته نشده. برای چی باید توسط جمهوری اسلامی کشته بشه؟ بلکه توسط مخالفان جمهوری اسلامی کشته، چون ترسیدن که ریزش پیدا کنه. میام شهریور 71 چند ماه بعدش در ترور میکنه، اصلا ترور عجیب و غریب و تاریخی، موقعی که اعضای ارشد حزب دموکرات کردستان رو به رگبار بست، از جمله صادق شرفکندی. ماشین پروپاگاندای ایران در عالی ترین سطوح، از سفیر و رئیس جمهور و وزیر و نخست وزیر بگیرید، مقابل تلویزیون تا پایین رسانه‌ها ادعا کردن که بله اون جمهوری اسلامی اصلا نیاز نداشت اونها رو بکشه، اونها در حال مذاکره بودن، بلکه این مخالفین جمهوری اسلامی هستن، کورتا هستن، بیجون هم افتادن. میاد تا مهر 98 روح الله زم رو دزدیدن، بردن به اون داستان تلخ. از همون لحظه اول ماشین پروپاگاندا ایران گفت او رو که ندزدیده جمهوری اسلامی ایران، بلکه او خودش برگشته، پروژهش تموم شده، مأموریتش تموم شده. تا لحظه آخر در خیابون‌ها مردم رو میکشن، میگن آقا اینا کشته سازیه، ما نکشتیم، مردم خودشون میکشن که جمهوری اسلامی رو بدنام بکنن. مخالفین سیاسی رو شکنجه میکنن. موقعی که مخالفین سیاسی از زندان میان بیرون افشاگری میکنن، میگن آقا اینا دروغه، اینا دارن کیس پناهندگی میسازن. ببینید منظورم اینه، من میتونم واسهتون صدها مثال بزنم. هر ترور یا هر شکنجه‌ای که بوده بلافاصله یه ترور در واقع غیر فیزیکی در واقع با پروپاگاندا انجام شده برای بدنام کردن او یا کم کردن هزینه‌های حکومت، که بگم حکومت نکرده این کارو و دروغ بوده. متاسفانه همیشه هم بخش کوچکی، البته نه بخش کوچکی از شهروندان شریف و مظلوم ما در واقع قربانی میشن، فریب میخورن و میپذیرن به دلایل مختلف. بعضی به خاطر نفرتی که از اون طرف دارن، بعضی به خاطر تئوری توطئه، توهم توطئه، بخشش به خاطر بدبینی تاریخی ما مردم ایران و خلاصه هم نوا میشن. منظورم این هستش که شما موقعی که صحبت از تکذیب میکنید، این در شبکه‌های اجتماعی، با پروپاگاندا، در رسانه‌ها یه جریان بسیار عظیمی راه افتاد و بعد از 2-3 روز تازه دولت ایران جرأت پیدا کرد تکذیب بکنه. واضح است این تکذیب رو هم کسی در دنیا نمیخره، به این خاطر که انقدر شواهد رسمی و قانونی وجود داره که دولت محافظه‌کار بریتانیا هم حتی مجبور شده اعلامش کنه. بله. اما تا حالا تونسته از این موضوع و از این تهدیدهایی که انجام میده بهره برداری لازم رو بکنه جمهوری اسلامی؟ ببینید، تهدید میگن ما رو از کشتن نترسید، این مؤثر نیست. نه، تا حالا نتونسته نشون به اون نشون که این همه کشته، این همه زندانی کردیم. از ادامه دهه 60 شروع کنید. ببینید آدم‌ها مقاومت میکنن، آدم‌ها ایستادگی میکنن، آدم‌ها از حریم خودشون دفاع میکنن. موقعی که صحبت از ایدئولوژی به نام آزادی میشه که در واقع ایدئولوژی نیست، یه آرمان است، راجع به غرایز، در واقع غرایز فراتر از غرایز، اصول اولیه، حقوق بنیادین انسانی، کرامت انسانی میشه دیگه مطلب پیچیده‌تر میشه. انسان‌ها انسان‌ها میمیرن. آدم‌ها برای همچنان که برای وطنشون حاضرن بمیرن، همچنان که حاضرن برای عشقشون، عزیزانشون، فرزندانشون، خانوادهشون بمیرن، برای یه سری از ارزش‌های انسانی، برای کرامتشون هم حاضرن ببینن. منتها فراتر از تهدید هست یه چیز دیگه وجود داره، اون خطرناکه، ناامید کردن، مایوس کردن. بعضی وقتا موقعی که فشارها زیاد میشه، یعنی شما می‌بینید که خب تو خیابون که راه میره حکومت داره میکشتت، بعد میاد شبکه‌های اجتماعی داره علیه پروپاگاندا میکنه، بدنامت میکنه، یه دم باور، این ناامیدی ممکنه منجر به خودسانسوری یا سکوت بشه و این در واقع نقطه خطر هست. دوباره تکرار میکنم، به نظر من آزادیخواهان ایران همچنان که از سال 57 یکی پس از دیگری به خاک افتادن و بعد هم جای اونها در واقع شما نهال‌های تازه دیدید، آدم‌های تازه ایستادن. تا بخش‌هایی اصولاً پروپاگاندا و سرکوب و ترور، ترکیب اینها
موفق میشه که جامعه رو در واقع منفعل کنه و بخشی از جامعه رو وادار به سکوت بکنه، بی انگیزه بکنه. و الان بعضی وقتا در طبقه متوسط شهری، در بین نخبگان ایران، این سکوت رو میبینیم. یک عملیات پیچیده رو حکومت اجرا میکنه، بخشی از جامعه فریب میخوره و خب نهایتا طرف شاید ترجیح بده که فعلا یه مدت ساکت بشه. متشکرم از توضیحاتتون. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن همراهمون بودیم.